نکته دوم خیلی خیلی مهمی که توی ریپیت سنتنس هست اینه که بچه‌هایی که لیسنینگشون ضعیفه، سطح زبانشون خیلی پایینه و نمیتونن اون کلمه‌ای رو که شنیدن خوب به زبون بیارن، یا یادشون میره، یا اینکه حتی فقط یک کلمه یا دو کلمه از اون جمله رو میشنون. بچه‌ها یه راهی هست که میخوام بهتون بگم، اونم اینه که یک جمله رو برای خودتون که ملکه ذهنتونه حفظ کنید. مثلا یه چیزی که خیلی راحته، مثل چی؟ مثل There are a lot of students in the classroom. این جمله رو همه میدونن بچه ها. پس هر موقع یه متنی رو شنیدید که یه جمله رو شنیدید که نمیتونستید اون رو تلفظ کنید، حالا اگه به استودنت و کلاس روم و اینا ربط پیدا کرد اوکیه، بچه ها بیایید فقط این رو بگید There are a lot of students in the classroom. این به شما نمره فلوئنسی رو میده، ولی کانتنت رو کامل از دست میدید، ولی باعث میشه اسپیکینگتون خراب نشه. کسی تا حالا این روش رو بهتون گفته؟ قطعا از هیچ جا تا حالا نشنیدید بچه‌ها. من خودم این کار رو تو امتحانای اولم کردم و نمره کامل رو هم گرفتم. نگرانش نباشید، به ما اعتماد کنید. همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از راز و رمزهای دیگه پیرسون هم با خبر بشید.